قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخی قدیم عصر میانه و دوره نو. گفتاری 33. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. پیدایش مناسبت‌های فیودالی در آسیای میانه. طایفه‌ها و خلقیت‌های آسیای میانه در عصرهای 4 و 5 میلادی. هیتاریان. اینک در اخبار مورخ ارمن که به سال 450 نسبت دارد، کشوری هیتاریان نامبر شده است. یگیش وردپیت خبر می دهد که سالهای 453-454 یزدگرد دو باز به شاه کوشانیان در افتادنی شد، ولی شاه کوشانیان این نیت او را پیشکی فهمید و به فارس ها ضربه مدهشی زد و بسیار جایهای ایران را به خاک یکسان نمود و به غارت برد. نیرازیک در اساس تحلیل متن چنین عقیده به فکر ما هم قابل قبول را اظهار نمود که یورش یزدگرد دو نسبت به یورش های پیشتره وی به ناحیه های شرقتر نگرانیده شده بود. احتمال محاربه نه با خیانیان بلکه اکنون با هیتاریان روی داده باشد. گفتن ممکن که این اولین زد و خورد حربی ایرانی ساسانی با هیتاریان بود و ساسانیان از همین زد و خوردها باید فهمیده باشند که دشمنی نو، دشمنی نهایت پرزور و توانا پیش آمده ایستاده است. ولی همه این حالا اولی کار بود. اتحادیه نو در سالهای 50 عصر 5 به درجه قوت گرفت که به دیگر مملکت‌ها هیئت‌های سفارت می‌فرستادگی شد. سال 456 به خیتای هیئت سفارتی هیتاریان می آید. اگر به این درجه تیز قوت گرفتن اتحادیه هیتاریان را در نظر داشته باشیم، روشن می شود که گون و کیداریان در آخر سالهای 50-60 عصر 5 بیهوده به هیتاریان تضییق نآورده بودند. در عهد پیروز سالهای 459-484 مبارزه ضد هیتاریان به اوج خود رسید. از خبر مورخان عرب معلوم می شود که پیروز با دستگیری اهالی تخارستان و اطراف آن جلوس کرده است. وی اقتدار هیتاریان را افزود و به مکافات مدد آنها وعده داد که به سرحد آنها دخل نخواهد کرد. ولی طبری روایت می کند که سپس پیروز به سر طایفه لشکر کشید که تخارستان را صاحب بودند و خود را هیتاری می خواندند. پیروز با لشکر خود تا به تگ همان برجی رسید که بهرام گور ساخته بود. بعد این طبری یک روایت افسانه مانندی را می آورد که پیروز چه علاج یافته و در خلاف نبودن خود را نشان دادنی شده است. گپ از آن وعده می رود که پیروز به شاه هیتاریان خوشنواز داده بود و موافق آن باید از سرحد هیتاریان نمی گذشت. معلوم که سرحد هیتاریان همان برج بود و اینک پیروز به تگ آن برج رسید و فرمود که 50 فیل و 300 پهلوان را بر آن الحاق سازند و فیلان و پهلوانان برج را پیش می کشیدند و پیروز از پس آن می آمد و با همین علاج وعده ای را که به خوشنواز داده بود گویا ویران نمی کرد.
در این محاربه ضد هیتاریان پیروز و بسیاری از لشکری وی به خندق‌هایی که مخصوص در سری راه کنده شده روی آنها را نامعلوم پوشانده ناعیان کرده بودند افتیدند و کشته شدند. هیتاریان تمام خراسان را تسخیر نمودند. دیناوری می نویسد که نام شاه ترک ها یعنی هیتاریان خوشنواز بود. وی هم مثل طبری می نویسد که خندق‌های چقور کنده روی آنها را ناعیان پوشیده مانده بودند. خودی پادشاه و بسیار اسکران وی به این خندق افتیده اند و به قبر مؤرخ به عدم رفتند. وقتی پیروز به این خندق افتیده بند می شود، او را با سنگ زده می کشند و تمام قرارگاه وی، دخترش، موبد پیرش، زنهایش و ثروتش به دست هیتاریان می افتد. درباره این خندق روپوش پوراب در مأخذ ویزانتی هم معلوماتی هست. این واقعه نه فقط در سرچشمه های عربی بلکه این چنین در سرچشمه های سوریانی، ویزانتی و ارمنی هم تصویر شده. بعضی جهت های مسئله را خاطر نشان می کنیم. پیروز ضد هیتاریان 30 بار جنگیده است. جنگ یکم با همین انجام یافت که وی اسیر افتاد و ولی شاه ویزانتیا پولی بسیاری داده جان وی را خریده از اسارت آزاد. پس از مدتی باز جنگ را سر می کند و باز اسیر می افتد. از افتکار محض در وقتی بار دویم اسیر شدنش وعده داده است که دیگر از سرحد هیتاریان نخواهد گذشت و به ضمن این باید تاوان نهایت کلان 30 خچیر همگنیده. پیروز در اسارت استاده فرمود که تاوان را به هیتاریان بیاورند، اما خزینه در جنگ ها خالی شده این مقدار پول نداشت و فقط یک قسم آن را داد. ولی پیروز پسرش را به گرو مانده به هر حال از اسارت رها یافت. اگر به خبری پریسکی پانی باور کنیم، پیروز هیتاریان را فریب داده است و این به جنگ 30 بهانه شده است. گپ در این که پیروز به گونها تکلیف کرده است که معاهده صلح بندند و چون گروی صاف و پاکی نیتی خود به پادشاه گونها دختری را بزنی داده است و گفته است که این دختر به وی خواهر می شود. دختر به دربار شاه گونها می آید و قلابی پیروز را فاش می کند و می گوید که وی خواهر پیروز نی بلکه کنیزی وی است. شاه گونها کنها از این نیرنگ پیروز بی نهایت مضطر شده به نیت قصاص از پیروز التماس می کند که به اختیار وی معلمانی علمی حرب فرستاند، زیرا وی لشکری کلان دارد و اما سرلشکرانی پرتجربه ندارد. وقتی این معلمان به اختیار پادشاه هیتاریان آمدند، پیروز 300 ایرانی نجیب را فرستاده بود. هیتاریان یک قسم آنها را گوش و بینی و زبان بریده سر دادند و باقی مانده را کشتند. اینک باز جنگ سر شد که این جنگ 30 بود و در این جنگ پیروز بی‌شرفانه هلاک شد. این شکستی مدهش اهالی ایران را به واهمه انداخت. به قول سرچشمه در ایران حتی در ایام امانی کسی نبود که جسورانه و ناترسانه به هیتالی نگرد و اگر نام هیتالی را شنود حتی به لرزه می آمد. زیاده از این یک فارسی نجیب به شرایطی که در ایران بعد پیروز را تارومار کردن هیتاریان به وجود آمده بود چنین بها داده است: پیروز میهنی اینقدر اعظم و اینقدر مستقیل ما را چنان بنده هیتاریان ساخت که تا ملک آریان ایران وجود دارد از این بندگی پرغصه رهایی نمی‌یابد. در بهمنیشت که به زبان فارسی دوره‌های میانه تعریف شده است، پارچه‌ای به نظر می‌رسد که ذاتاً
با واقعه های سالهای 80 عصر 4 ارتباط دارد. بیلی این فقره را به طریق ذیل آورده است. بدین منوال این طایفه که خود زاده غضب هستند صدها، هزاران و هزاران هزار مردم را تومه تیغ ساختند. این دیوهای فتیل موی یلب و علم بیشمار خود را برداشته حمله آوردند. آنها ایرانی مرا پایمال کردند که آن محصول دسترنج هرموز است. آنها سراسر هجوم کردند. آنها که ترکان و خیانیانی سرخ عدو هستند و علم آنها سرازیر است. ایران ساسانی که بارها به تگ پای وی امپراتورهای مغرور ریم سرمانده اند، در آخرهای عصر 5 فقط از نام کوچمنچیان بدهیبت آسیای میانه هیتاریان به لرزه می آمد و به آنها باج می داد. ما خاطر نشان کرده بودیم که در بین سالهای 467، 470 و 480 هیتاریان سوخت را اشغال کردند. بعد این آنها به تسخیر ملک‌های ترکستان شرقی شروع نمودند. آنها سال 479 ناحیه ترفان، سالهای 490 497 ارومچی، بین سالهای 497 و 509 خراشره را ضبط کردند. از قوت و نفوذ هیتاریان در ترکستان شرقی چنین واقعه شهادت می‌دهد. سال 522 واری یکی از موضعهای ناحیه خرخاتا که اصلا خودش از ژاژها بوده است ضد ختایی ها اسیان می کند و بعد به نزد هیتاریان گریخته می آید و از آنها برای رفع دشمنان خود مدد می پرسد. اگر به نظر گیریم که خوتن و قاشغر هم به هیئت دولت هیتاریان در آمده اند، احتمال در آخر عصر 5، پس گفتن ممکن که در ابتدای عصر 6 هیتاریان به تمام ترکستان شرقی صاحبی می کردند. سالنامه های ختایی نامگوی ملک های را دادند که به هیئت دولت هیتاریان داخل شدند. مقایسه این اخبار با سرچشمه های دوره های ثانی‌تر عرب و فارس امکان می دهد به خلاصه آیم که دولت هیتاریان قسم اساسی آسیای میانه را در بر می گرفت و ظاهراً این را هنوز مارکوارت هم قید کرده بود. قسم مهمترین ملک آنها تخارستان بود. غیر از این هیتاریان در جنوب هم چند جایها را ضبط کردند. مثلا آنها در نیمه دوم عصر 5 قندهار و اندکی بعدتر بعضی موضعهای شمال هندوستان را تسخیر نمودند. افسوس که تاریخ آسیای میانگی هیتاریان چقدر موهوم و پرده پوش است. در مأخذهای هندی هیتاریان را خونا گفتند. موافق مدرک آخرین واری اعظم آلی گوپتها سکندگوپتا سنه عهدش تقریبا سالهای 435 467 موافق مأخذ دیگر از سالهای 455 456 تخمینا تا سال 470 مجبور شده است که از آنها خود را دفاع کند و توانسته است آنها را مغلوب سازد. گمان می رود که این اولین تاخت و تازهای هیتاریان بود و آنها تا این دم الکی قندهار را در اطاعت خود داشتند. برای توضیح دوره های من بعده در دست ما مدرکات سرچشمه های گوناگون از جمله سالنامه و نوشتجات هندی، روایت سیاحان خیتای و دیگر مملکت ها هست که معلومات آنها اکثراً به یکدیگر خلاف می باشد. به این سبب تفسیر آنها نیز چندین تابش دارد و هر عالم عقیده خود را راجع به آنها به طرز خود بیان کرده است. در سالهای آخرین عصر 5 و 10 ساله اول عصر 6 در سر خونایان هند ترومن نام شاهی می ایستاد که در یکی از کتیبه های هندی در حق وی گفته شده است: نامدار ترومن، پادشاهی بی اندازه مشهور عالم.
ولی عهد او پسرش مهیرقل شد که درباره وی خیلی بعدتر سیوانتزیان نوشته بود که وی به تمام هندوستان حکمرانی می کرد و بی استثناء تمام مضافات های همسایه را به خود تابع نمود. از افتکار در عهد مهیرقل ملک هیتاریان در شمال هندوستان حقیقتاً حد الامکان وسیع بود، ولی بسیار اقدامات وی علل خصوص بوداییان را تعقیب کردنی وی تمام اهالی هندوستان را بر ضد وی خیزاند. مهیرقل در جنگ ضد والی گپتها یشاد هرمن شکست خورد و ثانی‌تر در کشمیر حاکمیت را به دست گرفت. در میانه های عصر 6 قسم اساسی شمال هندوستان از حکم خونا هیتاریان رهایی یافت. سبب این در این بابت عقیده عالم هند مجمدر مطلقا درست است. نه شکست هایی می باشند که سربران خونایان هند به آنها دچار آمدند، بلکه در ابتدای سالهای 60 عصر 6 هلاکت بار تارومار شدن هیتاریان آسیای میانه می باشد. در نتیجه این قدر ضربه متیش خوردن هیتاریان آسیای میانه، هیتاریان هند از عقیبگاهی که در آسیای میانه داشتند محروم شدند و دیگر نه قوه‌ای نو گرفته توانستند و نه امدادی تازه و محض به طفیل همین به سقوط رسیدند که این باز یک مثال رابطه زیچی بین همدیگری تاریخ هندوستان و آسیای میانه می باشد. گرچند در هندوستان جماعت‌های هیتاریان و حتی ولایت‌های هیتاریان باز خیلی وقت وجود داشتند، ولی اکنون خونا هیتاریان در تاریخ هندوستان دیگر مقام نمایان را صاحب نبودند. در بیان تاریخ سیاسی متریالی نومیزماتی دیده و دانسته عملاً استفاده برده نشد. اثر 4 جلده گیوبل حجت‌ها آید به تاریخ خونایان ایرانی در باختر و هندوستان مفصل ترین تحقیقات است درباره تنگه های کداریان و هیتاریان. این اثر که تحکرسی مکملی حجتی دارد به تدقیق علمی نومیزماتیک هیتاریان اساس می گذارد. گیوبل تمام آن متریالی به اندازه فراوان را به 297 امیسیه یعنی سکه تنگه ها تقسیم کرده است و اینچنین ترتیب تصنیف تنگه ها را هم تغییر داده است. بسیار خطهای روی تنگه ها به طرز نو خوانده شده‌اند. خلاصه های نهایت پرمسئول و مهم تاریخی اظهار گردیدند. ما مهنتی پرمشقت و دور و دراز مفید این عالم را به قدری لازمت تقدیر نموده. در عین حال باید گوییم که مهمترین اثرهای تاریخی نومیزماتی عالمان سویتی از دایره نظری وی بیرون مانده است و ما الحال از استفاده خلاصه های عمومی تاریخی وی خودداری می نماییم، زیرا اساس این خلاصه ها غالباً طرز نوی خواندن خطی روی تنگه می باشد که بسیار جهت های آن بحثناک بوده و تفتیش لینگویستان ایرانشناس احتیاج دارد. متاسفانه پس از نشر اثر گیوبل و اینچنین اثری قبل از این چاپ شده گیرشمن و دیگران هم مسئله همچون مدرکی مکملی تاریخی استفاده بردن تنگه های هیتاریان حل نشده ماند. حل این مسئله کاری آینده است. خلاص هیتاریان دولتی نهایت کلانی به وجود آوردند که اندازه آن از اندازه دولت کوشانیان هم کلانتر بود و ولی چقدر کلان باشد همان قدر سست و نااستوار بود. اما صرف نظر به این، هیتاریان در تاریخ آسیای میانه و بسیار مملکت‌های شرق رالی مهم بازیدند. محض آنها توانستند در شرق نه فقط پیش راه اردوی ساسانیان ایران را گیرند، بلکه به شاهان کوشانی
ضربه هلاکتبار زنند. پرچم دسته های هیتاریان در دشت و صحرای ایران جولان میزد. به شاهان هیتاریان وابسته بود که این یا آن آدم در ایران شاهنشاه می شود یا نی، و در وقتش برده سپردن باج یکی از وظیفه های مهمی بسیار حکومت های ایران بود. خلق های زکوکازی که در زیر اسارت ساسانیان بودند نیز قامت افراختند و ضد ظلم ساسانیان علنگه مبارزه را بالا خیزاندند. در سالهای 483 484 در ایبریا، ارمنستان و آلبانیای کافکاس شعله شورش به آسمان می‌پیچد. شورشگران از هیتاریان شکست خوردن پیروز و سست شدن اقتدار ساسانیان را استفاده بردند. انا همین طور مبارزه خلقهای مظلوم زکوکازی با رونق خلقهای آسیای میانه هیتاریان به هم پیچیده رفت. نهایت هیتاریان در اتنوگنیزی هندوستان، افغانستان و علل خصوص آسیای میانه راری مهم بازیدند. پیدایش مناسبت‌های فیودالی در آسیای میانه. طایفه‌ها و خلقیت‌های آسیای میانه در عصرهای 4 و 5 میلادی. مسئله های تاریخی اتنیکی، مبارزه صنفی، مسئله پیدایش خیانیان و هیتاریان. نویسنده سوریانی اول عصر 6 یشوع استیلت می نویسد که خیانیان که خود گون هستند، ولی این دعوا را بیچون و چرا قبول کردن لازم نیست. در نظر مؤلفان آن زمانه غرب تمام کوچمنچیان آسیای میانه صرف نظر از نام اصلی آنها گونها یا گونهای سفید بودند. بعضی محققان امروزه خیانیان را با خیاعانه نام طایفه‌ای که در اوستا ذکر شده است علاقمند می کنند. آنها دشمنی زردشتیان، دشمنی شاه عادل ویشتا بودند که حامی زردشت می باشند. بر وفاق متن اوستا آنها بدرک و بدکیش می باشند و از افتکار از جمله کوچمنچیانند. التخایم حتی تعبیر اوستا تیغ خود و تیغ سپر را که در یک متن مفهومی آمده است با نام سکاییان تیغ خود علاقمند می کند و در همین اساس به خلاصه می آید که پس خیاعانه برابر یکی از قبیله های سکایی بین آکسوس و یکسر پدید می آید. ایرانشناس نامی بیلی این مسئله را مورد تدقیق مفصل قرار داده عقیده اظهار می کند که این قبیله در حقیقت وجود داشت و بی سبب نی که نامش در اوستا مانده است. ولی راستی گپ تا چی اندازه مرکب و پیش در پیچ بودن این مسئله را بیلی نقص می فهمد. به عقیده وی اولها در دوره های ویشتاس این قبیله در ناحیه آکسوس مکان داشت، لیکن بعد آنها چی شدند؟ یا به شمال و شرق کوچیده رفتند و بعدتر باز به جنوب گشته آمدند و یا در جای خود مانده به هیچ کجا نرفتند و غیره و هاکذا. و آنها با خونها چی مناسبتی داشتند و مبادا در نام خود همین خونها ریشه کلمه قدیمی خیاعانه نمانده باشد و غیره و هاکذا. جواب این سوالها را بیلی نمی داند. در حقیقت در سویه حاضره دانش
ما نه به این سوالها جواب یافته می توانیم و نه به یک قرار قطعی اساسناک آمده می توانیم که خیانه به خیانیان تاریخی چی مناسبت و چی علاقه داشتند. گپ در این که اگر به تعبیر خیلی دقیقانه اظهار کرده بیل انیق پیروی نماییم، ما هم باید اعتراف کنیم که کیمچی خیل یک اتحادیه مقتدر قبیله ها وجود داشت و آنها دشمنی زردشتیان بودند و در یشت ها ذکر گردیده اند و بعد یک باره از پیش نظری سرچشمه های تاریخی غیب زده اند. منچن خلفین می نویسد که در تمام این مدت آنها در کجاها پنهان شده می گشتند. این را کسی نمی داند. فرضیه‌ای به شمال و شرق کوچیده رفتن آنها مطلق دروغ است و به قول مرگنستیرن اصلش را گیرید آنها عموماً وجود نداشتند. اینک دو عقیده‌ای که کاملا خلاف یکدیگر می باشند. در دوره‌های ویشتاس در عصر 6 پیش از میلاد قبیله‌های خیاوانه اصلاً وجود داشتند، یعنی مارکوارد در این بابت اندیشه های با اساس اظهار می کند. هنوز در ابتدای عصر 20 وی همان ضربه های هلاکتباری خیانیان و هیتاریان را که به ایران ساسانی زده بودند تحلیل نموده نوشته بود. این طایفه به ایرانیان چنان زور اثر کرده است که حتی نام آنها به اوستا راه یافته، از آنجا نامی اصلی دشمنان حامی زردوشت کاوه ویشتاسپ را تماما زدوده پرتافته است. خرتزفیلد و گیرشمن هم به این فکر راضی هستند. اینک ریشه خیانیان را در دوره های پیش از هخامنشی ها یا در دوره هخامنشی ها یا در دوره های بعدی هخامنشی ها، یعنی وابسته به آن که سنه یشت نهم چگونه می شود جستجو کردن، هرچند کاری دلکش و قلی نماید هم، ولی از افتکار به اجرای آن اساس نداریم. احتمال حق به جانب همان عالمانی می باشد که ادعا دارند این نام در اوستا خیلی ثانی‌تر پیدا شده است، ولی در این صورت هم مسئله جالب دقت است. یعنی این نام اکنون نه دلیلی بر وقت به وجود آمدن این طایفه، بلکه این انعکاس اوضاع سیاسی دوره های خیلی ثانی‌تر خواهد شد. در عین حال این نام نشان می دهد که عموما مسئله پیدایش خیانیان تا چی اندازه مسئله دندان شکنی مرکب و پیچ در پیچ می باشد. شما گفتار 33 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلов خواند. کارگردان شیرعلی نفزلی.